آوازخوان تاس، نوشته اوژن یونسکو، ترجمه محمد تقی قیاسی. واخ واخ، ساعت 9 شده. ما سوپ، ماهی، سیب زمینی سرخ کرده با چربی خوک و سالاد انگلیسی خوردیم. بچه‌های ما آب انگلیسی نوشیدن. امشب خیلی غذا خوردیم چون در اطراف لندن سکونت داریم و نام خانوادگی ما سمیت است. ولی روغن بقال پهلویی همیشه از همه بهتر است. این دفعه مری سیب زمینی ها رو خوب پخته. دفعه پیش اونها رو خوب نپخته بود. من سیب زمینی رو وقتی میپسندم که خوب پخته شده باشه. ماهی تازه بود. به قدری خوشمزه بود که لب و لوچه خودم رو لیسیدم. 2 بار خوردم. نه، 3 بار. اسهال گرفتم. تو هم 3 بار خوردی. البته دفعه 3 کمتر از 2 بار اول خوردی. در صورتی که من خیلی بیشتر خوردم. امشب من بیشتر از تو غذا خوردم. چی شد که این کارو کردیم؟ چون معمولاً تو بیشتر میخوری. اشتهات بد نیست. شاید سوپ کمی شور بود. از تو هم با نمکتر بود. ضمناً تره فرنگیش زیاد بود و پیازش کم. متاسفانه به مری گوشزد نکرده بودم که با اون کمی رازیانه بزنه. دفعه دیگه خودم درست میکنم. پسر کوچکمون خیلی دلش میخواست آبجو بخوره. بیمیل نیست دومی به خمره بزنه. به تو رفته. سر میز دیدی به بطری چطوری نگاه میکرد؟ ولی من از آب تنگ تو لیوانش ریختم. تشنه بود و آب خورد. هلن به من رفته. کدبانو مختصده. پیانو میزنه. هرگز تقاضای آبجو انگلیسی نمیکنه. درست مثل دختر کوچیکمون که فقط شیر و آش میخوره. خب پیداست که 2 سال بیشتر نداره. اسمش پگیه. شیرینی که بهش به و لوبیا سبز زده بود عالی بود. شاید بهتر این بود که بعد از شام 1 گیلاس شراب فرانسوی استرالیا هم می نوشیدیم. ولی برای این که بچه ها رو شکم پرستبار نیارم من عمدن سر میز شراب نگذاشتم. باید به اونا یاد بدیم که در زندگی کمخور و میانه رو باشن. خانم پارکر یک بقال بلغارستانی سراغ داره که اسمش پوپوشوف روزنفیلده و تازه از استانبول وارد انگلستان شده. این مرد متخصص ماسته. اون فارغ التحصیل مدرسه عالی ماست بندان شهر آندرنوول ترکیه است. فردا میرم یه تغار بزرگ ماست فولکلوریک بلغاری ازش میخرم. تو حومه لندن اینجور چیزا همیشه گیر نمیاد. ماست برای معده، کلیه، آپاندیسیت، فلاندیسیت عالیه. اینو دکتر مکنزی کینگ، پزشک معالج بچه‌های خانواده جان که همسایمون هستن به من گفته. پزشک خوبیه. میشه بهش اعتماد کرد. هرگز دوایی تجویز نمیکنه مگر داروهایی رو که روی خودش آزمایش کرده باشه. پیش از اون که دستور بده کبد آقای پارکر رو عمل کنن، اول دستور داد کبد خودش رو عمل کردن. با اینکه اصلا بیمار نبود. پس چطور دکتر جون سالم به در برد ولی آقای پارکر زیر عمل مرد؟ برای اینکه عمل دکتر موفقیت آمیز بود ولی به آقای پارکر نساخت. پس مکنزی پزشک خوبی نیست. یا باید عمل به هر دو می ساخت یا باید هر دو می مردن. چرا؟ یک پزشک درستکار اگه نتونه با بیمار شفا پیدا کنه باید با اون بمیره. ناخدای کشتی با کشتی خودش در میان امواج ناپدید میشه. پس از غرق کشتی ناخدا نباید زنده بمونه.
بیمار رو نمیشه با کشتی مقایسه کرد. چرا؟ کشتی هم بیمار میشه. وانگهی، این پزشکی که تو از اون صحبت میکنی مثل یک سفینه سالمه و به همین دلیل باید با بیمارش میمرد، همونطوری که ناخدا با کشتی خود ناپدید میشه. راست میگی، به این موضوع فکر نکرده بودم. ممکنه درست باشه، ولی چه نتیجه از این حرف میگیری؟ نتیجه اینه که همه پزشکا حقه بازن، همه بیمارام حقه بازن. در انگلستان فقط نیروی دریایی که پاکه. ولی خود افراد نیروی دریایی پاک نیستن. البته. ولی من نمیفهمم چرا در بخش تولد و مرگ روزنامه ها همیشه سن مرده ها رو می نویسن ولی سن نوزادا رو نمی نویسن. این کار بی‌معنیه. من هرگز به این موضوع فکر نکردم. اینجا نوشته که بابی واتسون مرده؟ اوا، طفلکی کی مرد؟ چرا قیافه متعجب به خودت میگیری؟ تو که از این موضوع خبر داشتی. 2 سال پیش مرده بود. یادت میاد 1.5 سال پیش در مراسم دفن اون شرکت کردیم؟ معلومه که یادمه. فوری یادم اومد. ولی نمیفهمم چرا تا از خوندن این خبر در روزنامه اینقدر تعجب کردی. خبر تو روزنامه نبود. خبر مرگش رو 3 سال پیش شنیدیم. حیف شد. چه خوب مونده بود. قشنگترین جسد بریتانیا بود. اصلاً انگار نه انگار چنین سنی داشته. طفلکی بابی. 4 سال بود که مرده بود و هنوز جسدش گرم بود. جداً که یک لاشه زنده بود. و چقدر بشاش. طفلکی بابی. منظورت آقای بابیه؟ نه، به زنش فکر میکنم. اسم اونم بابی بود. بابی واتسون. چون اسم هر دو یکی بود. وقتی آدم اونا رو با هم میدید نمیشد از همدیگه تشخیصشون داد. تازه بعد از مرگ شوهر بود که مردم فهمیدن کدومشون زن بود کدومشون شوهر. بازم هنوز عده‌ای زن و مرد با هم اشتباه میکنن و به زنه تسلیت میگن. میشناسیش؟ فقط یه بار بر حسب تصادف موقع دفن بابی دیدمش. من این خانم رو هیچ وقت ندیدم. خوشگله؟ تو صورتش عیب و ایرادی دیده نمیشه. ولی نمیشه گفت خوشگله. لند و هور و کت و کلفته. صورتش بی عیب و ایراد نیست ولی میشه گفت خوشگله. کوتوله و لاغر مردنیه. معلم آوازه. حالا این 2 نفر کی میخوام با هم ازدواج کنن؟ حد اکثر تا بهار. لابد باید در عروسیشون هم شرکت کنیم. باید یه چشم روشنی هم براشون برد. میگم چی ببریم؟ یکی از این 7 سینی نقره‌ای رو که روز عروسیمون برامون آوردن و هیچ وقت به دردمون نخورده. چقدر ناراحت کننده است که همون اول جوونی بیوه شد. باز جای خوشبختیه که بچه نداشتن. دیگه همینو کم داشتن. بچه. بنده خدا اگه بچه هم داشتن که دیگه قوز بالا قوز بود. خب هنوز جوونه، میتونه دوباره شوهر کنه. اتفاقا لباس عزا بهش میاد. ولی بچه ها رو چیکار کنه؟ میدونی که یه پسر و یه دختر دارن. اسمشون چیه؟ بابی و بابی. مثل پدر و مادرشون. بابی واتسون پیر، عموی بابی واتسون ثروتمنده و پسره رو هم دوست داره. خیلی آسون میتونه تربیت بابی رو به عهده بگیره. اگه این کارو بکنه خیلی هم طبیعیه. و عمه بابی واتسون پیر هم میتونه تربیت بابی واتسون دختر بابی واتسون رو به عهده بگیره. به این ترتیب بابی یعنی بابی واتسون میتونه دوباره ازدواج کنه. مگه کسی رو زیر سر داره؟ آره، یکی از پسرعموهای بابی واتسون رو. کی؟ بابی واتسون؟ منظورت کدوم بابی واتسونه؟ منظورم بابی واتسون پسر بابی واتسون پیر، عموی دیگه مرحوم بابی واتسونه. نه بابا، اونو نمیگم. این یکی دیگه است. این بابی واتسون پسر اون بابی واتسون پیره که عمه مرحوم بابی واتسونه. منظورت اون بابی واتسونه که بازاریابه؟ همه افراد خانواده بابی واتسون بازاریابن. چه شغل پردردسری. با این همه بازاریابی کار بسیار پردرآمدیه. آره، ولی وقتی که رقابت تو کار نباشه. چه وقت رقابت تو کار نیست؟ روزای 3 شنبه، 5 شنبه و 3 شنبه. عجب. 3 روز در هفته؟ پس بابی واتسون تو این روزا چی کار میکنه؟ استراحت میکنه. میخوابه. ولی چرا تو این 3 روز که رقابت نیست کاری نمیکنه؟ مگه علم غیب دارم؟ من که نمیتونم به همه سوالات ابلهانه تو جواب بدم.
اینو میگی که منو کوچیک کنی؟ میدونی که اینطور نیست. شما مردا همتون سرتای یک کرباسه. تمام روز بیکار میشینی و سیگار میکشی یا ماتیک به صورت میزنی و لباتو بزک میکنی. و اگه میخاری های مدامت وقتی باقی بذاره روزی 50 بار این کارو تکرار میکنی. ولی اگه ببینی که مردا هم مثل زنا تمام روز سیگار بکشن و به صورت خودشون پود بمالن و به لباشون ماتیک بزنن و ویسکی بخورن، اون وقت چی میگی؟ میخوام سر به تنشون نباشه. ولی اگه اینا رو میگی که منو ناراحت کنی باید بهت بگم که این لوس بازی ها رو دوست ندارم. خودت هم خوب میدونی. آخ جیگر جون، چرا کفری میشی؟ میدونی که اینا رو میگم که بخندیم. اشاق پیر بامزه‌ای هستیم. بیا جونم، الان چراغا خاموش میکنیم و میریم میخوابیم. من کلفتم. بعد از ظهر خوشی گذروندم. با یه مرد به سینما رفتم. با چند تا زن فیلم تماشا کردم. بعد از اون که از سینما در اومدیم رفتیم عرق خوری و شیر خوری. بعدش هم روزنامه خوندیم. ایشالله که بعد از ظهر خوشی گذروندی. خانم، عرق و شیر خوردن با یه مرد رفتن سینما. روزنامه رو نگفتی؟ خانم آقای مارتن مهموناتون دم درن. منتظر من بودن. روشون نمیشد بیان تو. قرار بود امشب با شما شام صرف کنن. آره، منتظرشون بودیم. گشنمون بود. چون خیلی دیر کرده بودن داشتیم میرفتیم شاممون رو بخوریم. تمام روز چیزی نخوردیم. نباید میرفتی. خودتون اجازه دادین. عمدن که این کار رو نکردیم. یه دونه لگم برای خودم خریدم. مری جون، خواهش میکنم در رو باز کن و لطفا خانم آقای مارتین رو پشت در منتظر نذار. ما همین الان لباسمون رو میپوشیم. خانم آقای مارتین، چرا این همه دیر کردین؟ نزاکت سرتون نمیشه؟ بعد سر ساعت میومدین. فهمیدین یا نه؟ حالا عیب نداره، همینجا بشینین و منتظر باشین. ببخشید خانم، اگه اشتباه نکنم اینطور به نظر میرسه که شما رو جای دیدم. منم همینطور آقا، انگار شما رو جایی دیدم. انگار شما رو تو منچستر دیدم، اینطور نیست خانم؟ ممکنه، من اهل منچسترم ولی خیلی خوب یادم نیست آقا. نمیتونم بهتون بگم که شما رو همونجا دیدم یا جای دیگه. خیلی عجیبه، چقدر شگفت انگیزه. منم اهل منچسترم خانم. عجیبه، تنها چیزی که هست خانم، من تقریبا 5 هفته است که منچستر رو ترک کردم. عجیبه، چه تصادف غریبی. منم آقا تقریبا 5 هفته است که شهر منچستر رو ترک کردم. من نیم ساعت پس از 8 صبح سوار قطاری شدم خانم که 1 رو پیش از 5 وارد لندن شد. عجیبه، غریبه، چه تصادفی. منم سوار همون قطار شدم آقا. خدا جونم عجیبه. پس شاید شما رو تو اون قطار دیدم خانم. ممکنه، بعید نیست، احتمال داره، شایدم، ولی چیزی یادم نمیاد آقا. من با قطار درجه 2 سفر کردم خانم. در انگلستان قطار درجه 2 وجود نداره، ولی با وجود این من با قطار درجه 2 سفر میکنم. عجیبه، غریبه، چه تصادفی. منم با قطار درجه 2 سفر کردم آقا. عجیبه، شاید هم در قطار درجه 2 هم دیگر رو دیدیم خانم. کاملا ممکنه، اصلا بعید نیست، ولی من یادم نمیاد آقا. من در واگن شماره 8 کوپه 6 بودم خانم. عجیبه، منم در واگن شماره 8 کوپه 6 بودم آقای عزیز. عجیبه، چه تصادف غریبی. شاید همدیگه رو تو کوپه 6 دیدیم خانم. والا کاملا ممکنه، ولی یادم نمیاد آقای عزیز. راستش خانم عزیز منم یادم نمیاد، ولی ممکنه که همدیگه رو اونجا دیده باشیم. وقتی خوب فکر میکنم قضیه کاملا ممکن به نظر میرسه. واقعا، حتما، واقعا آقا. عجیبه. من روی صندلی شماره 3 کنار پنجره نشسته بودم خانم عزیز. وای خدا جونم، عجیبه، غریبه.
منم روی صندلی شماره 6 کنار پنجره نشسته بودم، یعنی روبروی شما بودم آقای عزیز. آی خدایا، عجیبه، چه تصادفی. پس ما روبروی هم بودیم خانم؟ لابد اونجا هم دیگر رو دیدیم. عجیبه، ممکنه، ولی یادم نمیاد آقا. راستش خانم منم یادم نمیاد. با این همه احتمال زیاد داره که ما همدیگر رو همونجا دیده باشیم. درسته، ولی من هیچ مطمئن نیستم آقا. خانم عزیز، شما همون خانومی نیستید که از من خواست چمدونشون رو بذارم بالا رو جای بار و بعدش هم از من تشکر کرد و به من اجازه داد که سیگار بکشم؟ ایوا، چرا؟ باید من بوده باشم آقا. عجیبه، غریبه، چه تصادفی. عجیبه و غریبه، چه تصادفی. خب پس شاید ما در اونجا با هم دیگه آشنا شدیم خانم. چقدر عجیبه، چه تصادفی. ممکنه آقای عزیز. با این همه فکر نمی کنم یادم باشه. منم یادم نمیاد خانم. از وقتی که وارد لندن شدم تو کوچه برونفیلد سکونت دارم خانم عزیز. چقدر عجیبه، غریبه. منم از وقتی که وارد لندن شدم تو کوچه برونفیلد سکونت دارم آقای عزیز. عجیبه. خب پس شاید ما همدیگر رو تو کوچه برونفیلد دیدیم خانم عزیز. عجیبه، غریبه، والا کاملا ممکنه، ولی یادم نمیاد آقای عزیز. شماره خونم 19 است خانم عزیز. عجیبه، منم تو خونه شماره 19 سکونت دارم آقای عزیز. خب پس شاید همدیگر رو تو این خونه دیدیم خانم. ممکنه، ولی یادم نیست آقای عزیز. آپارتمان من در طبقه 5 شماره 8 خانم عزیز. وای خدا جونم، عجیبه، غریبه، چه تصادفی. منم در طبقه 5 تو آپارتمان شماره 8 سکونت دارم آقای عزیز. عجیبه، چه تصادفی. میدونین من تو اتاقم یه تخت خواب دارم، یه لحاف سبز رنگ که تخت خوابمو میپوشونه. این اتاق با یه همچو تخت خواب و لحافی ته راه رو بین دستشویی و کتابخونه قرار داره خانم عزیز. چه تصادفی، وای خدا جونم، چه تصادفی. اتاق خواب منم یه تخت خواب و یه لحاف سبز داره و ته راه رو بین مستراح و کتابخونه است آقای عزیز. عجیبه، غریبه، شگفت‌انگیزه. پس خانم ما تو یک اتاق منزل داریم و تو یک رخت خواب میخوابیم خانم عزیز. شاید همدیگر رو اونجا دیدیم. عجیبه، چه تصادفی. ممکنه همدیگر رو اونجا دیده باشیم. شاید هم همین دیشب، ولی یادم نمیاد آقای عزیز. یه دختر کوچیک دارم. دختر کوچیکم با من زندگی میکنه خانم عزیز. 2 ساله است، موبوره، یه چشمش سفیده و یه چشمش قرمزه. خیلی خوشگله. اسمش آلیسه خانم عزیز. چه تصادف عجیبی. منم یه دختر کوچیک دارم، 2 ساله است، یه چشش سفیده و یه چشش قرمزه. خیلی خوشگله. اسم اونم آلیسه آقای عزیز. عجیبه، چه تصادفی، شگفت انگیزه. شاید این همون دختر خانم عزیز. عجیبه، ممکنه آقای عزیز. بنابراین خانم عزیز گمان میکنم شکی نیست که ما پیش از این همدیگر رو دیدیم و شما زن خودم هستید. الیزابت، پیدات کردم. دونالد، تویی؟ دارلینگ؟ الیزابت و دونالد الان به قدری خوشن که نمیتونن حرفمو بشنون. پس من میتونم رازی رو با شما در میون بذارم. نه الیزابته، نه دونالد. دلیلش هم اینه. بچه‌ای که دونالد ازش صحبت میکنه دختر الیزابت نیست. این 2 دختر با هم فرق دارن.
یه چشم دختر دونالد سفید و چشم دیگش قرمزه، درست مثل دختر الیزابت. ولی در حالی که چشم راست دختر دونالد سفید و چشم چپش قرمزه، چشم راست دختر الیزابت قرمزه و چشم چپش سفیده. به این ترتیب همه استدلال دونالد در برابر همین آخرین مانع فرو میریزه، چون این مانع همه نظریه اونو به هم میریزه. با وجود تصادف عجیبی که دلیل قاطع جلوه میکنه، چون دونالد و الیزابت پدر مادر یه فرزند نیستن، پس دونالد و الیزابت هم نیستن. این مرد بی خود خیال میکنه که دونالده، اون خانومم بی خود خیال میکنه که الیزابته. اون مرد بی خود خیال میکنه که این خانوم الیزابته. این خانوم بی خود خیال میکنه که اون مرد دونالده. هر دو سخت در اشتباهن. ولی دونالد واقعی کیه؟ الیزابت واقعی کدومه؟ چه کسی نفعش ایجاب میکنه که این سوء تفاهم ادامه داشته باشه؟ اصلا نمیدونم. سعیم نکنیم که این رازو کشف کنیم. بذاریم وضع به همین منوال بمونه. اسم واقعی من شرلوک هولمزه. عزیزم، هر چی رو که بین ما نگذشته بود فراموش کنیم و حالا که همدیگر رو پیدا کردیم سعی کنیم که دیگه همدیگر رو گم نکنیم و مثل گذشته زندگی کنیم. باشه عزیزم. سلام دوستان عزیز، ببخشید که شما رو این همه منتظر نگه داشتیم. ما فکر کردیم باید به شما حرمتی بذاریم که سزاوار شماست. به همین جهت همین که فهمیدیم شما لطف فرموده میخواین سرزده به دیدار ما بیاین، فوراً رفتیم لباس رسمیمون رو بپوشیم. تمام روز چیزی نخوردیم. 4 ساعته که منتظر شماییم. چرا دیر کردیم؟ واقعا همه ما سرما خوردیم. با اینکه هوا سرد نیست. کورانم نیست. خوشبختانه نه. واه واه واه. ناراحتی؟ نه، خونشو کثیف میکنه. ای آقا، به این سن و سال دیگه نباید خودتون رو کثیف کنین. سن و سال مهم نیست. دل باید جوون باشه. درسته. اینطور میگن. عکسش رو هم میگن. نه اینوری نه اونوری. درسته؟ شما که این همه سفر میکنید باید چیزهای جالبی برای تعریف کردن داشته باشید. عزیزم امروز چی دیدی؟ تعریف کن. چه فایده داره؟ کسی باورش نمیشه. اختیار داریم. ما به صداقت شما اطمینان داریم. اصلا توهین به ماست که اینطوری فکر کنید. عزیزم توهین به ایشونه که اینطور فکر میکنی؟ باشه. امروز من شاهد یه واقعی غیرعادی بودم. یه واقعی باور نکردنی. زود تعریف کن عزیزم. آخ خدا جونم الان مشغول میشی. ده بگین دیگه. آره، امروز داشتم میرفتم بازار برای خرید سبزی که روز به روز گرونتر میشه. راستی چقدر میخواد گرون شه؟ عزیزم نباید حرف مردم رو قطع کرد. بی نزاکت. تو کوچه کنار یه کافه آقایی رو دیدم که لباس مرتبی پوشیده، در حدود 50 ساله، شاید 50 سالم نداشت که چی؟ که چی؟ عزیزم حرف مردم رو قطع نکن. شورشو در آوردی. عزیزم اول تو قطع کردی بی نزاکت. خب آقای چی کار میکرد؟ والا میترسم بگین من از خودم در میارم. یه زانوشو گذاشته بود زمین و خم شده بود. وای خدا میدونه خم شده بود. مگه ممکنه؟ آره خم شده بود. رفتم جلو ببینم آخه چی کار میکنه. خب دیدم بنده کفششو که باز شده بود داشت میبست. عجیبه.
اگه از زبون شما نمیشنیدم من که باورم نمیشد. چرا باورتون نمیشد؟ وقتی آدم تو کوچه خیابون قدم میزنه به چیزایی برمیخوره که از این هم غیر عادی تره. مثلا همین امروز خودم تو مترو آقایی رو دیدم که رو صندلی نشسته با خیال راحت داشت روزنامه میخوند. چه آدم جالبی. نکنه همون بابا بوده؟ زنگ میزنم. لابد کسیه. میرم ببینم. کسی نبود. یه نمونه دیگه عرض کنم. زنگ میزنم. لابد کسیه. میرم ببینم. کسی نبود. داشتی میگفتی که یه نمونه دیگه عرض میکنی. آره. زنگ میزنم. من دیگه در رو باز نمی کنم. آره ولی لابد کسیه. دفعه اول کسی نبود. دفعه دوم همینطور. چرا فکر میکنی که حالا کسیه؟ برای اینکه زنگو زدن. این که دلیل نمیشه. چطور دلیل نمیشه؟ وقتی زنگ در شنیده میشه معلوم میشه کسی دم در رو زنگ میزنه تا در رو براش باز کنن. همیشه اینطور نیست. مگه همین الان ندیدیم؟ بیشتر اوقات صدای زنگ در دلیل وجود کسیه. بنده وقتی به منزل کسی میرم زنگ میزنم که برم تو. فکر میکنم که همه همین کارو میکنن. پس هر بار که زنگ میزنن معلومه که کسی هست. از لحاظ نظری درسته. ولی در عالم واقع وضع طور دیگه ایه. مگه همین الان ندیدین؟ حق با زن شماست. آخ که شما زنا همیشه از همدیگه هواداری میکنید. باشه الان میرم ببینم. بعد نگین که من کله خرم. الان میبینی که کسی نیست. میبینی؟ کسی نیست. واخ از دست این مردا. همیشه خیال میکنن که حق با اوناست. اتفاقا همیشه هم اشتباه میکنن. زنگ میزنم. لابد کسیه. دیگه منو نفرست که در رو باز کنم. دیدی که بی خوده. تجربه نشون داده که هر وقت صدای زنگ در شنیده میشه معلومه که کسی نیست. هرگز. لزوما اینطور نیست. حتی غلطه. بیشتر اوقات وقتی صدای زنگ در شنیده میشه معلوم میشه که کسی پشت در هست. دیگه ولکن نیست. شوهر منم خیلی کله شقه. کسی پشت دره. بعید نیست. خیر. چرا؟ میگم خیر. به هر حال دیگه حق نداری برای هیچ و پوچ من از جام بلند کنی. اگه میخوای ببینی خودت برو. خودم میرم. Oh, how do you do? مأمور آتش نشانی است. سلام خانم آقایون. سلام خانم اسمیت. مثل که عصبانی هستین. ای میدونین چیه؟ زنم از اینکه حق با اون نبوده کمی کنف شده. میدونید چی آقای آتش نشان؟ خانم و آقای اسمیت حرفشون شده. به شما مربوط نیست. ازت خواهش میکنم غریبه ها رو داخل دعوای خانوادگیمون نکن. عزیزم خیلی مهم نیست. این آقای آتش نشان از آشنایان قدیمی خانواده ماست. مادرش با من لاس میزده. خدمت باباشم میرسیدم. از من خواسته بود که وقتی صاحب دختر شدم به عقدش در بیارم. البته این آرزو رو به گور برده. نه تقصیر ایشونه نه تقصیر شما. بالاخره نفهمیدیم راجع به چی حرف میزنین. شوهرم ادعا میکنه که خودت ادعا میکنی. آره خانم ادعا میکنه. نه خیر آقا ادعا میکنه. عصبانی نشین. خانم اسمیت شما تعریف کنین ببینم. والا موضوع از این قراره. برام سخته که حقیقت رو بهتون بگم. ولی خب آتش نشون به منزله کشیشم هست. پس معطل چی هستین؟ جر و بحثمون سر این بود که شوهرم میگفت هر وقت زنگ در رو میزنن حتما کسی پشت در هست. حرفشون معقول و قابل قبوله. و من میگفتم که هر وقت زنگ در رو میزنن معلومه که کسی پشت در نیست. ممکنه حرفشون نامعقول و غیر قابل قبول به نظر برسه، در حالی که این حقیقت ثابت شده، نه به دلایل نظری بلکه با تکیه به واقعیات. غلطه. مگه این آتش نشون نیومده؟ ایشون زنگ زدن. منم در باز کردم ایشون بودن. چه وقت؟ همین حالا. آره منتها بعد از اینکه 4 بار صدای زنگ در رو شنیدیم تازه یکی پشت در بوده. 4مین بار قبول نیست. به هیچ وجه. فقط 3 دفعه اول قبوله. آقای آتش نشان اجازه میدین که من هم چند تا سوال ازتون بکنم؟ بفرمایید. وقتی که در رو باز کردم و شما رو دیدم آیا خودتون بودین که زنگ زده بودین؟ آره خودم بودم.
شما دم در بودین؟ زنگ زده بودین که بیاین تو؟ اعتراف میکنم. دیدی حق با من بود. وقتی آدم زنگ در رو میشنوه معلومه که کسی زنگ میزنه. نمیتونی بگی که آتش نشون کسی نیست. البته، ولی باز بهت میگم که منظور من 3 دفعه اوله، چون دفعه 4 قبول نیست. آیا شما بودین که دفعه اول زنگ زدین؟ نه، من نبودم. میبینین؟ زنگ زدن ولی کسی نبود. خب شاید کسی دیگه ای بود. خیلی پشت در موندی. 3 ربع ساعت. شما کسی رو ندیدین؟ هیچ کیو ندیدم. مطمئنم. آیا شما صدای زنگ دومو شنیدین؟ آره، ولی من نبودم. البته کسی دیگه ای هم اینجا نبود. موفق شدم، حق با من بود. صبر کن. شما دم در چی کار میکردی؟ هیچی، وایساده بودم. داشتم به خیلی چیزا فکر میکردم. دفعه سوم چی؟ شما نبودین که زنگ زدین؟ چرا؟ خودم بودم. ولی وقتی در رو باز کردن شما رو ندیدن. برای اینکه خودم رو قایم کرده بودم. محض شوخی. نخندین آقای آتش نشان، قضیه غم انگیزتر از اینه. روی هم رفته هنوز نفهمیدیم وقتی زنگ در رو میزنن کسی پشت در هست یا نیست. هرگز کسی نیست. همیشه کسی هست. الان آشتیتون میدم. هر دوتون یه کمی حق دارین. وقتی صدای زنگ در میاد، گاهی کسی هست، گاهی هم هیچکی نیست. به نظر منطقی میاد. منم اینطور فکر میکنم. در واقع قضیه ساده ایه. با هم روبوسی کنین. همین حالا روبوسی کردیم. فردا هم دیگه رو میبوسن. وقت زیاده. آقای آتش نشان، شما در روشن کردن قضایا به ما کمک کردین. یکم استراحت کنین، کلاتون رو بردارین و چند دقیقه بشینین. عذر میخوام، خیلی نمیتونم اینجا بمونم. کلامو بر میدارم ولی وقت نشستن ندارم. آخه عجب صندلی راحتی هم دارین. راستش اصلا من برای کار دیگه اومده بودم اینجا. من الان در حال مأموریتم. چه خدمتی از دستمون برمیاد آقای آتش نشان؟ خواهش میکنم، ببخشید که جسارت میکنم. والا پیش اینا عیب نداره؟ خودتون رو ناراحت نکنین، بگین. سال هاست که ما با هم دوستی داریم. اینا همه چیزو با ما در میون میذارن. آره بگی. والا میخواستم بپرسم خونتون آتیش نگرفته؟ چرا همچین سوالی از ما میکنی؟ راستش عذر میخوام، به من دستور داده شده همه آتش سوزی‌های شهر رو خاموش کنم. همه آتش سوزی‌ها رو؟ آره، همه آتش سوزی‌ها رو. نمیدونم، فکر نمیکنم. بذارید ببینم. فکر نمی کنم اینجا آتش سوزی پیش اومده باشه. بوی سوختگی نمیاد. هیچ نسوخته؟ حتی بخاریتون هم یکم هم آتیش نگرفته؟ تو انباری، زیر زمین چیزی نمیسوزه؟ اگه یه ذره بودم اب نداره ها. ببینید، نمیخوام ناراحتتون کرده باشم، ولی فکر میکنم فعلا تو خونمون هیچ چیزی آتیش نگرفته. به شما قول میدم همین که آتش سوزی پیش اومد شما رو خبر کنم. حتما این کارو بکنین. این یه محبتی هستش که شما به من میکنین. قول میدم. خانم مارتین، خونه شما چی؟ اونجا هم چیزی آتیش نگرفته؟ متاسفانه نه. این روزا بازارتون کساده. تقریبا خبری نیست. همش یه مش کارهای خرد ریز مثل آتیش بخاری یا انباری. آتش سوزی مهمی پیش نمیاد. از عایدی خبری نیست. چون درآمدی وجود نداره، پاداش خدمتم خیلی ناچیزه. بس خیلی خرابه. هر جوری که نگاه میکنی همینه. امسال اوضاع تجارت و کشاورزی هم مثل آتش سوزی خراب بوده. نه گندمی، نه حریقی. رودخونه هم طغیان نکردن. ولی قند و شکر هست. اونم برای اینه که از خارج میارن. آتش سوزی از همه سخت‌تر شده. زیاد بهش مالیات بستن. خفگی با گاز اگرچه خیلی کم اتفاق میفته، ولی یکی دوتایی پیش میاد. مثلا یه هفته پیش خانم جوانی گازو باز گذاشته خفه شد. یعنی یادش رفته بود؟ نه، فکر کرده بود شونه سرشه. این اشتباهات همیشه خطرناکه. به کبریت فروش سری زدین؟ فایده نداره. دکونش در برابر آتش سوزی بیمه است. پس برین از طرف من سری به کشیش ویکفیلد بزنید. اجازه ندارم آتش منزل کشیشا رو خاموش کنم، چون ممکنه اسقف اعظم عصبانی بشه. اونا آتیشاشون رو خودشون خاموش میکنن یا اینکه میدن راهبه های نگهبان آتش مقدس خاموشش کنن. چطور سری به خونه دوران بزنیم؟ نمیشه، اون که انگلیسی نیست، مهاجره. مهاجرایی که تابعیت کشور رو قبول میکنن میتونن خونه داشته باشن،
ولی وقتی خونه‌شون آتیش گرفت حق ندارن بدن خاموشش کنن. چرا؟ پارسال وقتی خونه‌شون آتیش گرفت خاموشش کردن. خودش خاموش کرد، محرمانه. البته من نمیرم اینو گزارش بدم. منم به جای شما بودم همچین کاری نمی‌کردم. آقای آتش نشون، حالا که کار واجبی ندارین چند دقیقه هم بمونین، خیلی خوشحال میشیم. میخوای چند تا داستان براتون تعریف کنم؟ البته لطف میکنین. آره، جوک داستان بگین. احسن. جالبتر از همه اینه که داستان‌های آتش نشونا همش راسته و برای خودشون اتفاق افتاده. من درباره چیزایی حرف میزنم که خودم تجربه کردم. طبیعت و بس. کتابا رو ولش کنین. درسته، حقیقت که تو کتابا پیدا نمیشه، حقیقت تو زندگیه. شروع کنین. شروع کنید. ساکت، داره شروع میکنه. ببخشیدا، اینجوری نگام نکنید، ناراحت میشم. میدونید من یه خورده خجالتیم. چه بامزه است. سعی میکنم هر طور شده شروع کنم، ولی قول بدین به حرفام گوش ندین. ولی اگه گوش ندیم که نمیتونیم حرفاتون رو بشنویم. اصلا به این فکر نکرده بودم. نگفتم پسر شیرین زبونیه؟ اوه، بچه مامانی. یالا دیگه. والا سگ و گاو، یک افسانه تجربی. یکی بود یکی نبود. گاو دیگری از سگ دیگری پرسید چرا خرطومت را نخوردی؟ سگ گفت ببخشید، چون من تصور میکردم که فیلم. نتیجه اخلاقی این حکایت چیه؟ خودتون باید پیداش کنین. راست میگه. یکی دیگه. گوساله زیاد خورده شیشه خورده بود. در نتیجه مجبور شد بزاد. یه دونه گاو زایید. چون گوساله پسره، گاو نمیتونست اونو مامان صدا بزنه. بابا هم نمیتونست صداش بزنه. چون گوساله بیش از اندازه کوچولو بود. این بود که گوساله مجبور شد با یکی ازدواج کنه. تو محضر کلیه اقدامات مقرر رسوم جاری مراعات شد. رسوم جاری شهر کن. مثل سیرابی شهرکن. پس شما اینو بلدین؟ اینو که همه روزنامه‌ها نوشتن. چند قدمی خونمون اتفاق افتاده. یکی دیگه براتون تعریف میکنم. خروس. یکی بود یکی نبود. خروسی بود که خواست خودشو سگ جا بزنه، اما بخت یارش نبود، چون فوراً شناختنش. در عوض سگی که خواست خودشو خروس جا بزنه هرگز شناخته نشد. الان منم یه جوک براتون تعریف میکنم. مار و روباه. یکی بود یکی نبود. ماری به روباهی نزدیک شده، به اون گفت انگار شما رو میشناسم. روباه گفت منم شما رو میشناسم. ماره گفت پس یکم پول بهم بدین. جونور مکار و هیله‌گر برای فرار پرید تو دره عمیقی که پر از بوته‌های توت فرنگی بود و تخم مرغ عسلی. ماره هم پیشا پیش اونجا کمی کرده بود و چاقو به دست نره می‌کشید. الان بهت یاد میدم که چه جور زندگی کنید. سپس برگشت و پا به فرار گذاشت، اما بخت یارش نبود، چون ماره چابکتر از اون بود. مشتا رو گره کرد و کوبید وسط پیشانی روباهه که تکه تکه شد و در همان حال با صدای بلند گفت نه 100 بار دیگه بهت میگم که من دختر تو نیستم. جالبه. بد نبود. عالیه. خیلی تعریفی نداشت. وانگهی من اینو بلد بودم. فوق‌العاده است. ولی حقیقت نداشت. متاسفانه. چرا؟ حالا خانم نوبت شماست. من همش یه داستان بلدم، اونم براتون تعریف میکنم. اسم این داستان دست گله. زنم همیشه شاعر پیشه و خیال باف بوده. یک بانوی انگلیسی حقیقی. یکی بود یکی نبود. یه جوونی یه دسته گل برای نامزدش برده بود. نامزدش بهش گفت متشکرم، ولی پیش از اون که نامزده بگه متشکرم، جوونه بدون اینکه چیزی بگه گلی رو که بهش داده بود ازش پس گرفت تا ادبش کنه و بهش گفت من گلا رو پس میگیرم و ضمن پس گرفتن گلها با او خداحافظی کرد و رفت پی کارش. عالی بود. آقای اسمیت، چه زنی خدا بهتون داده. همه بهش حسادت میکنن. زنم سراپا هوشه، حتی از منم باهوشتره. به هر حال رفتارش زنانه تر از رفتار من. همه میگن. یکی دیگه آتش نشون. نه دیگه، دیر وقته. باشه بگین.
اونقدر خستم که نمیتونم. این لطفو از ما دریغ نکنی. خواهش میکنم. نمیشه. چقدر سنگدلین، دلمون آتیش گرفته. خواهش میکنم. باش. قبول کرده. باز میخواد حوصله‌مون رو سر ببره. ای وای. به خشکی شانس زیاد تعارف کردم. سرماخوردگی. برادر زنم پسر عمویی داشته که داییش پدر زنی داشته که پدر بزرگ پدریش در ازدواج دوم با یه دختر بومی وصلت کرده بود که برادرش در یکی از سفرهاش به دختری برخورد که عاشقش شد و از اون یه پسری داشت که با زن داروساز بیباک ازدواج کرد که همون سرناوی گمنام نیروی دریایی بریتانیا بود و پدرخوانده‌اش عمه‌ای داشت که زبان اسپانیایی رو خوب حرف میزد و شاید نوه مهندسی بود که در جوانی مرد و این مهندسه نوه مالک تاکستانی بود که شراب متوسطی ازش به دست می اومد، ولی نوه عموی خانه نشینی داشت که استوار ارتش بود و پسرش با زن جوان بسیار قشنگ طلاق گرفته ازدواج کرده بود که شوهر اولش پسر میهن پرست صدیقی بود که تونسته بود یکی از دختراشو برای کسب مال تربیت کنه و این دختر تونست با یه شکارچی ازدواج کنه که با میلیاردری آشنایی داشت و برادرش پس از چند بار تغییر شغل ازدواج کرد و صاحب دختری شد که جد لاغرش عینکی داشت که یکی از پسرعموهاش بهش داده بود و این پسرعمو برادر زن یک مرد پرتغالی بود که پسر نامشروع آسیابانی داشت که وضعش بد نبود و برادر شیریش دختر یکی از پزشکان سابق دهات رو به زنی گرفته بود. خود این پزشک برادر شیری پسر شیرفروشی بود که خودش پسر نامشروع پزشک دهکده دیگری بود که 3 بار متوالی ازدواج کرده بود. زن سومش، اگه اشتباه نکنم من با همین زن سومش سر و سری داشتم. زندگی سگ داشت و گذران شاهانه. اینو نیست. میگم زن سومش دختر بهترین قابله اون منطقه بود و چون خیلی زود بیوه شده بود مثل زن من با شیشه فروشی ازدواج کرده بود که بسیار فرز و بشاش بود و دختر یکی از رؤسای اداره راه آهن و صاحب پسری کرد که تونسته بود راهشو تو زندگی پیدا کنه، راه آهنشو پیدا کنه. مثل بازی ورق. و با چرخی دورگرد زمینگیری ازدواج کرده بود که پدرش برادری داشت که شهردار شهرکی بود و معلمه موبوری رو به زنی گرفته بود که پسرعمویی داشت که با قلاب ماهیگیری میکرد و قلابی؟ معلمه موبور دیگری رو به زنی گرفته بود که اسم اون هم ماری بود و برادرش با ماری دیگری ازدواج کرده بود که اون هم معلمه موبوری بود وقتی موبوره معلومه که اسمش ماریه. و پدرش رو در کانادا پیرزنی بزرگ کرده بود که خواهرزاده کشیشی بود که مادر بزرگش گاهی زمستونا مثل همه مردم سرماخوردگی پیدا میکرد. داستان عجیبیه، تقریبا باور نکردنیه. وقتی آدم سرما میخوره باید زنگ بزنه سر ما رو بخوره. کار بیفایده‌ایه ولی حتما مفیده. آقای آتش نشون، عذر میخوام، داستان شما رو من خیلی خوب نفهمیدم. در اواخر داستان وقتی پای مادر بزرگ کشیش به میون میاد همه چیز قاطی پاتی میشه. هر جا کشیشه ریشش قا میشه. آره آتش نشون، از نو بگین، همه همینو ازتون میخوان. راستش نمیدونم میتونم یا نه، چون من الان در حال مأموریتم تا ساعت چند باشه. تو خونمون ساعت نیست. پس اون ساعت دیواری چیه؟ خوب کار نمیکنه. روحیه خلافگویی داره. همیشه عکس ساعت. خانوم، آقا، چی میخواین؟ اومدی اینجا چی کار؟ از خانوم و آقا عذر میخوام. از این خانوما و آقایونم عذر میخوام. میخواستم یه قصه براتون تعریف کنم. چی میگه؟ فکر میکنم کلفت میزبانمون خل شده. اونم قصه تعریف کنه؟ چرا حدودشو نمیشناسه؟ تو رو چیکار به این کارا دختر؟ مری خودتو بی خود داخل آدما میکنی. ده خودشه. یعنی چی؟ شما هم بله. اون اینجا چی کار میکنه؟ چی میگین؟ این حرفا یعنی چی؟ با هم رفیقین؟ اونم چه جور. خوشحالم که بالاخره دوباره میبینمه. شورشو در آوردن اینجا تو خونه ما تو حومه لندن. درست نیست.
اولین آتیش‌های منو این خاموش کرده. آره من آبپاش کوچولوشم. دوستان عزیز، اگه واقعا اینطوره احساساتشون قابل درکه، طبیعی و شرافتمندانه است. با همه اینا من خوشم نمیاد این دختره رو اینجا در کنارمون ببینم. چون تربیت لازم رو نداره. ده شما هم خیلی امول تشریف دارین ها. هرچند به من مربوط نیست، ولی من فکر میکنم که کلفته. اگرچه گاهی بتونه کارگاه خوبی از آب در بیاد. مری ولم کن. بی خیالش باش. اون قدم که خیال میکنی آدمای بدی نیستن. آدم دلش به حال هر دوتون میسوزه، ولی یکمم آره عیناً همینطوری که میفرمایید. یکمم زیاد جلب نظر میکنی. باز عذر میخوام که توضیح میدم. انگلیسی‌ها شرم و حیای مخصوصی دارن که خارجی‌ها اونو درک نمیکنن، ولو متخصص باشن. به اصطلاح در سایه همین شرم و حیا، البته اینو برای شما نمیگم. میخواستم برات چیزی نگین. چرا؟ برو مری جون، مثل یه دختر خوب برو آشپزخونه. برو اونجا جلو آینه شعراتونو بخون. ده با اینکه کلفت نیستم منم جلوی آینه شعر میخونم. امروز صبح وقتی خودتو تو آینه نگاه کردی خودتو ندیدی. علتش اینه که هنوز اون لحظه نرسیده بود. با وجود این شاید بتونم یه شعر کوتاه براتون بخونم. مری جون شما به طرز وحشتناکی سمجین. پس یه شعر براتون میخونم. قبول؟ اسم این شعر آتیشه. اینو به افتخار آتیش نشون میخونم. پولیکاندرها در جنگل میدرخشیدند. سنگی آتش گرفت. قصر آتش گرفت. جنگل آتش گرفت. مردها آتش گرفتند، زنها آتش گرفتند، پرنده ها آتش گرفتند، ماهی ها آتش گرفتند، آب آتش گرفت، آسمان آتش گرفت، خاکستر آتش گرفت، دود آتش گرفت، آتش گرفت، همه چیز آتش گرفت، آتش گرفت، آتش گرفت، آتش گرفت، آتش گرفت. مرمورم شد. اتفاقا تو این شعر یه حرارتی بود. به نظر من عالی بود. چه حرفا؟ قلوب میکنید. ببینید درسته این شعر خیلی درونگرایانه بود، ولی همین جهانبینی منه، رویای منه، آرمان منه. وانگهی این شعر به یادم میاره که باید برم. حالا که شما ساعت ندارین من درست 3 و 16 دقیقه دیگه اون سر شهر یه آتش سوزی دارم. هرچند چیز مهمی نیست ولی باید عجله کنم. چی هست؟ بخاری آتیش گرفته؟ نه بابا، یه آتش زود گذره، یعنی یه سوزش معده. حیف، رفتنتون ناراحتمون میکنه. خیلی بامزه بودین. به لطف شما واقعا 1 ساعت منطقی و دکارتی گذروندیم. راستی آوازخان تاس چی میکنه؟ موشو هنوز همونجوری آرایش میکنه. عجب. پس خانوما آقایون خداحافظتون. خدا پشت و پناهتون. ایشالله آتیش گیرت بیاد. انشالله. خدا نصیب همه آرزومندا بکنه. من میتونم یه چاقوی جیبی واسه برادرم بخرم. شما نمیتونین گرینلندو برای پدر بزرگتون بخرید. مردم با پاهاشون راه میرن، در حالی که خودشونو با برق یا زغال گرم میکنن. کسی که امروز گاو بفروشه فردا تخم مرغ میدوشه. تو زندگی آدم باید از پنجره نگاه کنه. آدم وقتی میتونه روی صندلی بنشینه که صندلی صندل نداشته باشه. همیشه باید به همه چیز اندیشید. سقف اتاق بالای اتاق و کف اتاق در کف اتاق قرار دارد. وقتی من میگم آره برای اینه که حرفی زده باشم. هر کسی سرنوشتی داره. دور تسلسل رو یه ذره بمالین ببینین چجوری معیوب میشه. آموزگار به بچه‌ها خوندن یاد میده. گربه به بچه‌هاش وقتی بچه‌اند شیر میده. و حالان که گاو دمهاشو به ما میده. وقتی به دهات میرم از خلوت و آرامش خوشم میاد. شما هنوز اونقدر پیر نشدین. بنجامین فرانکلین حق داشت. آرامش شما کمتر از اونه. 7 روز هفته رو نام ببریم. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William a shop assistant. چه خانواده مسخره‌ای. پرنده صحرایی به از چرنده هوایی. سیخ در بیخ به از آخ در کاخ.
خانه یک انگلیسی کاخ واقعیشه. اونقدر اسپانیولی نمیدونم که حرفمو بفهمونم. لگن جایی رود که دمپایی باز آورد. دنبال یک کشیش یکتاپرست میگردم تا کلفتمون رو به عقدش درارم. شیر شکارش رو میخوره، بچه هم شیر رو، در صورتی که از شیر شور آب میریزه. عموم توی ییلاقه ولی این ربطی به قابله نداره. خامه برای نامه است، گربه برای موشه، پنیر هم برای چنگ زدنه. اتومبیل خیلی تند راه میره ولی آشپز بهتر آشپزی میکنه. هر که نان از پدر خیش خورد قصه مظلوم واجب نخورد. شمعی که به خانه رواست به مسجد حرام است. من تاب میارم که آب به دیدنم به آسیاب بیاد. میشه نشون داد که پیشرفت اجتماعی با شکر خیلی بهتره. مرگ بر واکس. عینک رو نباید با واکس سیاه براق کرد. بله ولی با پول هر چی دلتون خواست میتونید بخرید. خرگوش بکشم بهتر از اونه که تو باغ آواز بخونم. کاکاتئوس 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 کاکاتئوس. چه کافه کر کننده‌ای، 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 چه کافه کر کننده‌ای. چه کافه کر کننده مکرری، 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 چه کافه کر کننده مکرری. سگ کک داره، سگ کک داره. کاکتوس، کوکسیس، کالاموس، کاسه سیاه، کاسه کثیف. کاتورمون کردی. تخم مرغ بذارم بهتره که گاو بدزدم. آخ واخ دندونام از خشم و تعجب به هم میخوره. کاسلیس. بریم اولیسو سیلی بزنیم. میرم تو کمینگاه کاکائو کمین کنم. کاکائوی کاکائوستان کاکوتی نمیده کاکائو میده. کاکائوی کاکائوستان کاکوتی نمیده کاکائو میده. کاکائوی کاکائوستان کاکوتی نمیده کاکائو میده. موش گوش داره، گوش موش نداره. به کفشم نگو کفشک. کفشو ولش. کفشو بپوش، روشو نپوش. موش میره روش. موشو نپوش. دوش بره توش، دوش بره توش. شمشیر کشه در کششه. کشمش فروش کش فروشه. موش بهوشه. دوش رو دوش دوش فروشه. جوش تو گوشه. گوشه جوش روش میجوشه. بهش دست نزنی شکسته. سولی. پودوم. فرانسوا. کوپه. کوپه سولی. خودم فرانسوا. مرتیکه قد سلیته قد مرتیکه چرتی. کریشنامورتی. پاپ خراب داره، پاپ سوپاپ نداره، سوپاپ پاپ داره. بازار بازاک بازی. بیزار بوزار بزه. آ ای ای او آ ای ای او آ او آ ای ای او او ای. ب پ ت س جیم چ ه خ دال زار ر ز ژ سین شین صاد زاد ه ی آب کباب کباب آب. توف. از این طرف نمیشه. رفت. از اون طرف میشه. رفت. از اون طرف نیست، از این طرفه. 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 بازیگران به ترتیب ورود به صحنه: نازنین قاضاریان در نقش خانم اسمیت، محمود بهروزیان در نقش آقای اسمیت، رانا سلیمی در نقش مری، دادیار وکیلی در نقش آقای مارتن، سودابه رحمانخواه در نقش خانم مارتن، نعیم بهرانی در نقش آتش‌نشان. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگر کارهای ما رو دوست دارین حتما کانال‌های پادکست میان پرده رو در یوتیوب، اسپاتیفای و تلگرام در اختیار دوستانتون قرار بدین و در وبسایت ما عضو بشین. تا 2 هفته آینده خوب و دلخوش باشید.